هر انسانی که به یک دوست من دشمنی میکند، الله رب العالمین گفته من بزید او جنگ اعلام میکنم، یعنی بزید او من جنگ میکنم. شخصیتی که به اهل علم ها و دوستای خدا بدبینی داری، منتظر جنگ خدا باش. امروز جنگ خدا را در روی دنیا میبینی، اون متکبرها و ظالمها و فرعونها و نمرودهای دور و زمان و چنان یعنی غرور از حد زیاد شده بود که فقط خود را میدیدند. امروز همه پریشان هستند، همه فریاد دارند، همه بزانو زدند در برابر یک موجودات اندک خدا که دیده نمیشه به نام ویروس. همه دو قدم بزانو زدند، همه حیران ماندند، بیچاره شدند، تسلیم شدند در عاجزی و ناتوانی خود و اقرار هستند در قدرت و توانایی الله رب العالمین. فقط همه رو به مسجدها و انسانهای صالح آوردند که دعا کنه دعا کنه. فقط یگانه دعا میتونه این از بالای ما دور کنه. برادری بزرگواری من، تو قوت قدرت نداری که در برابر پروردگار، در برابر عظمت و بزرگی و جلال الهی استادگری کنی. و این خاطر بسیار خواهش میکنم که اگرچه نمیخواهی بد نگو، بدبین نباش. من میدانم که تو مسلمان هستی. فردا اگر مری، برای جنازه اهل علم لازم است، برای شستن اهل علم لازم است، برای کفن کردن اهل علم لازم است، برای تو را در قبر گذاشتن برای اهل علم لازم است، برای تریکه مال تو بین فرزندات اهل علم برای تو لازم است. و الله قسم سراسر کل حیات به اهل علم تو محتاج هستی. و این خاطر دشمنی و بدبینی نداشته باش برادری عزیز بزرگ. و دیدن اهل علم ها این خیلی زلالت و گمراهی بزرگ است.